الرحمن الرحیم. علیرضا وثیقی جمشیدی هستم، استان قم، رده 4549 وادکس، مرحله سوم، ایونت سوم. خب این میله 20 کیلو، صفحه 10 حتی آماده ای؟ خب علیرضا تو هم آماده ای؟ بزنم 5 4 3 2 1 برو. این 40 کیلو. خب تو بشین اونجا، بشین برو بشین بچه ها. 2.5 اینم 2.5. نه 30 ثانیه. 39 40. بیا عشان بکش بالا. برو بشین کامل. برو دوباره بشین. آره در بیایید 15 بذارید بشه 50. صفحه 15. اینم صفحه 15. خب باشه علیرضا بیا. از 1:20 باید شروع کنه دیگه، درسته؟ برو 1:30. بشین کامل. بیا بالا. بیا 2.5 بذاری. 15 ثانیه وقت داری. بشین 1:20 40 میشه. اینم 2.5 اونم 2.5. از 2 باید شروع. علیرضا بیا. درسته همونجوری قشنگ. برو خوبه. شروع کن. پرقدرت. آفرین. بشین کامل نترس. بیا 2 تا 5 بذاری. 2.5 در بیار 5 بذار. علیرضا بذار 2.5 در بیاره. این صفحه 5. اینم صفحه 5. بیا 2:40 شده دیگه، درسته؟ برو تا 3:20. بشین ماشاءالله. بیا بالا. آی خب 2.5 اضافه کنید. 2:40 تا 3:20 باید بیاد. این هست. خب 2.5 من بذار. این برگو میتونی پرقدرت بکش بالا. یک کم زیر گیری. شروع کن. یک وقت داری. یالا بکش نترس. عالی. بشین نترس. نخوره. خوبه. وایسا حالا یه بار اینا رو هم نشون بده. خب بیا ترازو بیار که 50 رو بگیریم. 15 با اینم 15. اینم میله 20. اینم 2.5. خب 50 چون عدد نداره ما 50 رو پنجامون هم استاندارد و فقط عدد نداره دیگه. این برام نمیخواد. میخواد
اونم 15 اونم 5 بذار داور خوشش بیاد اینم 5 داریم بیشتر میریم احساس با همون که بیشتر ولی اگه آسیب دیگه نبود فکر کنم چیزت نگاه یه ذره باید بری پشت بعد اشتباه دینه کنترل شده نیست تو بیل کنترلی بیا یعنی وقتی کنترل میکنی بدتر میشه انعطافه کار خراب میکنه اگر بیری پایین زود میاد ولی مال ما کوسته هستم هم خوبه نه خوب دارم شد 50 60 رفت 65 خودت میزه شد من 50 آره من اونم میتونه